احتمالاً شما هم این حس رو داشتین. یه حس درونی که میگه یه چیزی سر جای خودش نیست. یه تناقضی که توی تلاش‌های هر روزمون پنهان شده. بیایید با هم ببینیم پشت این پرده چیه. و خب این همون سوال اصلیه. سوالی که شاید وقتی از دویدن خسته شدین و به دیوار خیره شدین توی سکوت از خودتون پرسیده باشین. هر روز زودتر بیدار میشی، ساعتهای بیشتری کار میکنی، ولی آیا واقعا نتیجه هم بیشتر میشه؟ دور پشت دوره، مهارت‌های جدید، کتاب‌های بیشتر، اما این همه اطلاعات واقعا داره ما رو جلو میبره؟ انگار توی یه مسابقه بی‌نهایتیم که فقط سرعتمون رو بیشتر میکنیم. ولی خط پایان کجاست؟ با این همه دویدن چرا هنوز حس میکنیم سر جای اولیم؟ ببینید این حس یه مشکل شخصی یا نقص درونی نیست. یه تجربه مشترکه، پارادوکسی که انگار امضای این دوره و زمانه است. فقط به این تفاوت نگاه کنید. نسل‌های قبل با کار و ابزار کمتر حس پیشرفت بیشتری داشتن. اما امروز ما با این همه مهارت و امکانات دائما حس می‌کنیم که عقب موندیم. این یه اتفاق ساده نیست، یه طراحیه. معمولاً اولین جوابی که بهمون میدن چیه؟ بیشتر تلاش کن. اما اگه مشکل مقدار تلاش ما نباشه چی؟ اگه اصلاً داریم به جای اشتباهی نگاه می‌کنیم چی؟ این جمله ناقصه، چون یه بخش خیلی مهم از معادله رو حذف کرده. تلاش ما توی خلا اتفاق نمیفته. ما داریم توی یه زمین بازی با قوانینی که از قبل نوشته شده بازی میکنیم. و اینجاست که با بازیگر اصلی آشنا میشیم. سیستمی که مثل یه تردمیل هوشمند کار میکنه. هرچی شما سریعتر میدوید، سرعت نوار زیر پاتون بیشتر میشه. مقصد هیچ جا، فقط خستگی بیشتر. یکی از هوشمندانه ترین مکانیزم های این سیستم خط پایانه، چون توی این بازی خط پایان هیچ وقت ثابت نمیمونه. به این روند تغییر قوانین نگاه کنید. دیروز یه شغل خوب کافی بود. امروز هم شغل میخوای، هم مهارت، هم برند شخصی. فردا چی؟ سرعت، دیده شدن. هر بار که فکر میکنی داری به خط پایان میرسی، دروازه چند متر جلوتر میره. نتیجه این بازی چیه؟ چند لحظه کوتاه حس موفقیت و بعدش یک احساس دائمی کافی نبودن. این یه باگ نیست. این ویژگی اصلی سیستمه. اما این سیستم چطور این حس بیکفایتی رو در ما مهندسی میکنه؟ از طریق چند تا مکانیزم روانی خیلی هوشمند. اولین ابزار، مقایسه. ما پشت صحنه واقعی و به هم ریخته زندگی خودمون رو با ویترین بی‌نقص و ادیت شده زندگی بقیه مقایسه میکنیم. یعنی چهره خسته خودمون توی آینه در برابر لبخند فیلتر شده اونها. یه مقایسه‌ای که از اول بازنده ایم. مغز ما برای یه چرخه طبیعی و سالم برنامه‌ریزی شده. تلاش می‌کنیم، یه مکث کوتاه برای دیدن نتیجه داریم، پاداش می‌گیریم و در نهایت به یه حسی از معنا می‌رسیم. اما سیستم مدرن این چرخه رو هک می‌کنه. تلاش بی پایانه، اما فرصت مکث و گرفتن پاداش حذف شده و وقتی پاداشی نباشه مغز هیچ پیشرفتی رو ثبت نمی‌کنه. انگیزه از بین میره و معنا گم میشه. و اینجا میرسیم به هوشمندانه ترین و شاید خطرناک ترین بخش این طراحی. وقتی شما روی این تردمیل خسته و فرسوده میشید، سیستم انگشت اتهام رو به سمت کی میگیره؟ پیام پنهان همه این توصیه‌ها یه چیزه. مشکل از توئه. تو باید بهتر بشی. تو به اندازه کافی خوب نیستی. این قانون نانوشته این بازیه. سیستم هیچ وقت زیر سوال نمیره. همیشه این فرده که باید خودش رو اصلاح کنه. این طراحی طبیعی ترین واکنش های ما رو تبدیل میکنه به سلاحی علیه خودمون. خستگی تبدیل میشه به حس گناه. فرسودگی تبدیل میشه به حس بیکفایتی. و نیاز به استراحت به سرزنش کردن خود. اما چرا سیستم اینطوری طراحی شده؟ چون فردی که دائما حس میکنه کافی نیست یک شهروند ایدئاله. بیشتر کار میکنه، بیشتر مصرف میکنه و از همه مهمتر کمتر خود سیستم رو زیر سوال میبره. پس با دیدن این تصویر بزرگتر شاید وقتش رسیده باشه که سوالمون رو عوض کنیم. شاید مشکل توی جوابای ما نیست، بلکه توی خود سوالیه که داریم از خودمون میپرسیم. این سوال قدیمی ما رو توی همون چرخه معیوب سرزنش خودمون نگه میداره. این سوال در واقع سوخت همون تردمیلیه که ما رو خسته کرده. سوال درست اینه: تا وقتی این سوال رو نپرسیم، هر چقدر هم بیشتر تلاش کنیم، فقط در هنر فرسوده شدن ماهرتر میشیم، نه در هنر پیشرفت کردن.